بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز، موضوع امروزه ما در اطراف صحابه دیگری که نامشان برا ابن مالک است خواهد بود. برا ابن مالک نفری است که از نامشان انسان میتواند شجاعت را در یاد آورده باشد و برا ابن مالک برادر انس ابن مالک است و یک قصه زیبایی را که در تاریخ دارد. یکی از شجاعترین صحابه که در بین صحابگان گران بودند. برای ابن مالک یک انسان خاکسار بودند، عظیم جوسه نبودند، لاغر بودند و مورخین میگویند که مویهای جولیده داشتند. در شجاعت و ایمانشان که باشد خیلی درجه بلند داشتند، زیرا در دین عزیز ما درجه و مرتبه با تقوای انسان است، نه با صورت انسان. بعد وفات پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم خیلی از مردم از دین خداوند برگشتند و مرتد گشتند و تنها مکه و مدینه و طائف باقی ماند. یکی از گروه هایی که از دین برگشتند و خیلی گروه بزرگ بود، این هم قبیله حنیفه با سرداری مسیلمه کذاب که سردار این قبیله بود و در امر خودش، در زیر فرمان خودش 40,000 لشکر را داشت که خیلی یک لشکر بزرگی بود. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه به سوی لشکر مسیلمه کذاب سرلشکر مسلمان را از نزد خودش که اکرمه فرزند ابو جهل بود روان کرد تا با مسیلمه کذاب جنگیده باشد و آنها را به اسلام دعوت کرده باشد. زمانی که این لشکر و نزد مسیلمه کذاب رسید، از سبب که لشکر مسیلمه کذاب خیلی زیاد بودند، مسلمان ها به خود ضعف پیدا کردند و حضرت ابوبکر رضی الله عنه جیش دیگری، لشکر دیگری را با سرداری خالد بن ولید روان کرد و با خالد بن ولید در داخل لشکر خالد بن ولید این صحابه بزرگواری که قصهش رو امروز داریم حضرت برا ابن مالک بود روان کردند تا اکرمه را دستگیری کرده باشند. زمانی که برا ابن مالک بر اونجا رسیدند خیلی یک نبرد، یک جنگ بزرگ صورت گرفت که صحابگان زیاد شهادت نوشیدند و برادر حضرت عمر حضرت زید ابن فاروق اون هم در اون جنگ خیلی شجاعانه جنگید، حتی به خود قسم یاد کرد که من با کسی صحبت نمی کنم تا زمانی که شهادت نوشیده باشم یا اینکه پیروزی به دست آورده باشم. و زید ابن فاروق هم برادر حضرت عمر در این جنگ و زیاد از صحابگان دیگر خاصتا کسانی که حافظه های قرآن بودند شهادت نوشیدند، به شهادت رسیدند و یک نفر لازم بود که داخل قلعه مسیلمه کذاب گردیده باشد و در قلعه را باز کرده باشد تا مسلمان ها توانسته باشند که داخل شوند. و از بین صحابگان این صحابه شجاع، این برا ابن مالک خود را در این انتخاب کرد و از حضرت خالد خواست که او را داخل قلعه گذاشته باشند. حضرت برا ابن مالک را در یک طرف یک چوب گذاشتن و این طرف رو بسیار هم ضرب سخت کوبیدن و برای ابن مالک توانست که با یک سختی داخل قلعه گشته باشد. زمانی که داخل قلعه گشت اونجا لشکر زیادی بود، نفران زیادی بود و برای ابن مالک توانست که 10 نفر را به قتل رسانیده باشد و در قلعه را باز کرد و مسلمان ها داخل شدند و پیروزی به دست آوردند. این حالت یک حالت بزرگی بود. حتی صحابگان به خود می گفتند که اگر ما در این جنگ، در این نبرد اگر پیروز نشویم دیگر نفری را نمی توانیم پیدا کنیم که خداوند را پرستش کرده باشد، زیرا خیلی زیاد صحابگان در این شهید شدند در این جنگی که با مسیلمه کذاب بود و از سبب پیروزی مسلمان ها همین برا ابن مالک گشت که زمان از این قلعه خارج شد، در را باز کرد، در بدن خود از 80 ضرب هم زیادتر جراح زخمی برداشت و 1 ماه حضرت خالد ابن ولید او را در زیر
معالجه خود گرفت و او را تداوی کرد و خداوند برایش شفا بخشید. اما اون نیت، اون قسمی که نزد خداوند عهد بسته بود، دعا کرده بود که خداوند او را شهادت نصیب کند، اون قسم باقی ماند. باز هم دعا میکرد که خداوند او را شهادت نصیبش کرده باشد. و مورخین میگویند در یک جنگ، در یک نبرد، حضرت براء ابن مالک 100 نفر را به قتل رسانیده است. در یک نبرد خداوند چنین شجاعت و غیرت و قوت را برایش بخشیده بود که به همون که در جسمی بزرگ، جسمی عظیم جوسه نداشت، یعنی خرد بود، لاغر بود، با همون مویهای جولیده خود توانست در یک نبرد 100 نفر از اهل کفر را به قتل رسانیده باشد. و دوستان عزیز، این قصه کوتاه بود از حیات حضرت براء ابن مالک. از این قصه چند عبرت می توانیم گرفته باشیم. یکی این که شجاعت را از براء ابن مالک آموخته باشیم. اگر چندی که زیبا صورت نبودن، اما سیرتشان، ایمانشان زیبا بود و توانست همین سیرت و ایمانش او را نامش را در تاریخ گذاشته باشد. و علامه اقبال یک اشاره زیبا دارد که به فرزندان بیاموز انتب و تاب، کتاب و مکتب افسون فسانه. ما باید خود از حیات این صحابگان عبرت آموخته باشیم و این چنین فرزندهای خود آموخته باشیم که چگونه انسان باید شجاعت داشته باشد، چگونه محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم داشته باشد، چگونه پیرو پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد. و از این شجاعت و غیرت و ایمان صحابه به خود یک چیز را، یک ایمان را، یک غیرتی را آموخته باشیم تا در زندگی خود توانسته باشیم که استفاده کنیم. خداوند همه من و شما را نگهبان باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.